برنارد شاو یکی از دین ستیزان غربی مدتها علیه دیانت مطلق تدین موضع‌گیری داشت. بعد از که آمد سر به زندگانی پر عجایب و سردرگم کننده و سرسام آور بزرگترین رهبر دنیا محمد بن عبدالله علیه السلام سر زد، زانوی عجز و انکسار را به زمین خم کرد. گفت من اشتباه کردم که گفتم دین مایه خواب زدگی و خواب بردگی ملت هاست. اشتباهی محض بوده. اعتراف میکنم که محمد بزرگترین مرد دنیا بوده. در یک عصر نابسامان به دنیا آمد و ظهور کرد که اصلا هیچ مربی و هیچ مصلحی و هیچ رهبر و مدیری نمیتوانست آن بحران ها و چالش ها را حل کند و پرابلم های اجتماعی و سیاسی و عقیدتی جامعه بشری را بزداید. اما محمد به راحتی نوشیدن قهوه توانست همه اون مشکلات بشری را حل کند. اما چی کنیم که وقتی این با چشم سر خوانده بود زندگی محمد را مسلمان نشد؟ 100 رهبر تاثیرگذار تاریخ، 100 رهبر تاثیرگذار تاریخ اعتراف میکند با این که مسیحی است که محمد حتی از مسیح هم چهره تاثیرگذار داره، نقش تاثیرگذار در تاریخ دارد. اما وقتی که از چشم دل به زندگی محمد و به ابعاد زندگی محمد و به دستاوردهای جاودانه و به ارمغانهای نیک و مثبت محمد ننگریسته، ایمانش دیگه هیچ ایمانی به دست نیاورده، معرفت و معنویت کسب نکرده و به دردش نخورده، چون معلومات بوده، علم نبوده.